هیچ کس توی اون سالها اسمش رو بلند نمی گفت. اما در گوشه و کنار، توی قهوه خونه ها، در زمزمه مسافرهای شب، نامی شنیده می شد که مثل سایه تو ذهن می شست. هادی نیکسرشت، مردی که می گفتن امرو از کتاب یاد نگرفته، بلکه از چیزی پشت کتاب. امشب قرار از اون بشنوید، از انسانی که برای یافتن معرفت پا تو راهی گذاشت که به دنیای دیگه ختم شد. اما قبل از این که این روایت رو تا آخر گوش کنید، فقط یه چیز رو به خاطر بسپارید: اون تنها نبود. سال 1301 شمسی، جنوب کرمان، خاکی خشک، افقی باز و روستاهایی که هنوز برق رو ندیدن. در اون زمان مرز بین خرافه و حقیقت باریک بود. مردمان روستا شب‌ها زود میخوابیدن، نه فقط برای استراحت، بلکه چون از تاریکی میترسیدن. تاریکی که میگفتن صدا داره. تو همین روزگار مردی از میان طلبه های شهر بالا آمد، نه به خاطر تقوا، نه به خاطر علم فقه، بلکه به خاطر نگاهی که تو چشماش بود. نگاهی که انگار از میون آدما رد میشد و چیز دیگه ای رو میدید. شیخ هادی، مردی حدود 40 ساله، ساکت، خیره و همیشه تنها، تو حجره‌ای تو مدرسه ویران شده‌ای تو سیرجان زندگی میکرد. روی دیوار حجره‌اش خطوطی بود که هیچکس نمیدونست از چه زبونیه. خطوطی مارپیچ که هر بار پاکشون میکردن روز بعد دوباره پدیدار میشدن. هادی از کودکی با رویهاش میجنگید. شبی توی 7 سالگی دیده بود که تو بیابونی وایساده و میون شنا صدایی میگه اگه حقیقت رو میخوای باید میون تاریکی بمونی. از همون شب خوابش دیگه آروم نبود. هر بامداد با چشای باز از خواب میپرید و روی زبونش کلماتی پیدا میشد که خودش هم نمیفهمید. مادرش میگفت پسرش توی خواب با کسی حرف میزنه. سالها بعد وقتی به طلبگی رفت، همون کلمات رو در حاشیه کتابهاش مینوشت و روزی که استادشون رو دید گفت هادی، این نوشته ها از تو نیست، دست جداست. اما هادی فقط لبخند زد، لبخندی که از اون شب به بعد هیچ کس دیگه از اون ندید. تو بازار کرمان صدای عجیبی پیچیده بود. میگفتن یکی از طلبه ها دعاهایی مینویسه که حرف میزنن، کاغذهایی که وقتی تو آب انداخته میشن به آرومی تکون میخورن مثل جاندارا. مردم برای حاجت پیش اون میرفتن، زنایی که بچه نمی آوردن، مردایی که مالشون بین رفته بود و حتی کسایی که دنبال انتقام بودن. هادی همه رو میپذیرفت، اما بعد از هر دعا تا چند ساعت از حجره بیرون نمی اومد. شاگردش گفته بود هر بار که دعا می نوشت چهرش سردتر می شد، انگار بخشی از خودش رو می داد. در زمستان 1303 حادثه ای رخ داد. هادی 3 شب ناپدید شد. وقتی برگشت لباسش خاکی بود و دستاش می لرزید. تو چشماش برق عجیبی بود. به حجره برگشت و تا صبح با صدایی که شبیه صدای خودش نبود دعا خوند. همسایش گفته بود صدای 2 نفر می اومد، یکی آروم، یکی سنگین و بم. روز بعد از حجره بیرون اومد و گفت من از اونا یاد گرفتم، اون چی که تو کتاب ها نیست و میون خاک و آتیشه. از همون شب اون دیگه طلبه نبود، اون شیخ هادی شده بود و اونقدر که خودش رو از مردم جدا کرد، مردم هم از اون فاصله گرفتن. تنها مون، اما خودش میگفت من دیگه تنها نیستم. از اون شب به بعد تغییر در وجود هادی محسوس بود. اون دیگه نه به کلاس میرفت و
نه به مسجد. هر شب در تاریکی فرو میرفت. جایی میان انسان و چیزی دیگر. از اون شبی که برگشت، شیخ هادی دیگه اون آدم سابق نبود. یه جور نگاه توی چشماش بود. انگار داره یه چیزی رو میبینه که بقیه نمیتونن. چند روز بعد از برگشتنش همسایه‌ها گفتن از حجرش نور سبز بیرون میاد. نه نور چرا، یه جور روشنایی سرد، مثل میی که از زمین بلند میشه. مصطفی یکی از شاگرداش تعریف کرده بود. رفتم در بزنم، اما قبل از اینکه دستم به در بخوره خودش باز شد. هادی وسط اتاق نشسته بود. یه کتاب جلوش باز بود که روی کاغذش خون خشک شده بود. زیر لب یه چیزایی میخوند. نه فارسی بود نه عربی. صدای اون کلمه ها تا چند ساعت روی گوشم موند. وقتی مصطفی برگشت حجره خودش تا 3 شب تب کرد. میگفت هر بار خواب میرفته یه صدا از گوشش میگفته برگرد، هنوز کامل نشده. از اون شب هادی کمتر با کسی حرف میزد. فقط یه جمله رو هی تکرار میکرد. دانش باید از سرچشمه گرفته بشه، نه از سایه ها. هیچ کس نمیفهمید منظورش چیه، ولی چند هفته بعد خودش گفت که قصد داره بره بیابون کلات. یه جایی وسط هیچ جا، جایی که فقط شن و سنگه. میگفت اونجا قرار جوابش رو بگیره. مردم بهش گفتن دیوونه شدی، اونجا غیر از ماروجن چیزی نیست. ولی فقط لبخند زد و گفت دقیقاً واسه همونو دارم میرم. 3 شب رفت و بر نگشت. روز 4 یه چوپون گفت دیده هادی وسط بیابون نشسته. دورش یه دایره بزرگی از نمک کشیده و یه چراغ نفتی روشن کرده که شعله‌اش سیاهه. گفت صدا از زمین می اومده، نه از دهن هادی. وقتی نزدیکتر رفته یه چیزی شبیه نفس کشیدن از زیر خاک شنیده، مثل اینکه زمین داره نفس میکشه. اون لحظه فرار کرده. چند ساعت بعد شب که شده خودش دیده از سمت بیابون نوری رفته بالا، انگار برق آسمون زده باشه، اما بی صدا. و یه روز بعد هادی برگشت. از وقتی برگشت پوستش رنگ نداشت. چشماش سیاه شده بودن، نه از خستگی، یه سیاهی واقعی، مثل اینکه توی مردمک هاش چیزی حرکت میکنه. تا این مدت حرف نمیزد، فقط مینوشت روی پوست بز، روی چرم، روی هرچی پیدا میکرد. یه شب مصطفی یواشکی رفت داخل اتاقش. گفتید روی زمین یه دایره کشیده، وسطش نشسته و یه چیزی از تاریکی روبروش وایساده. یه سایه بلند با صدای بم، مثل صدای کسی که از ته چاه حرف میزنه. اون صدا گفته بود عهد بسته شد، حالا تو از ما میخوری و ما از تو. فرداش مصطفی دیگه زبون نداشت. نه اینکه لال شده باشه، زبونش واقعا ناپدید شده بود. مردم گفتن شیخ هادی نفرینش کرده، ولی خودش گفت نه، اون عهد رو دید، نباید میدید. از اون روز هادی دیگه توی مسجد نرفت. توی خونه قدیمی پدرش توی روستا موند. یه خونه خشتی با اتاقای تاریک و یه زیرزمین که هیچ کس جرئت نداشت درش رو باز کنه. شبها از اون خونه صدا می اومد. صدای زمزمه، گاهی هم جیغ خفه. یه شب پیرمردی از روستا گفته بود از پشت دیوار خونش رد می شدم. دیدم نور سبز لای در بیرون میزنه و یه سایه روی دیوار حرکت میکنه که شبیه خودش بود، ولی نه دقیقا خودش. مردم میگفتن جن داره باهاش زندگی میکنه. بعضیا گفتن اون خودش دیگه جن شده. اما فقط یه جمله گفت من تنها نیستم، ولی اونایی که کنار من زنده نیستن. از اون شب مردم روستا از جلوی خونش رد نمی شدن. حتی سگام
از اون سمت نمی رفتن و درست از همینجا داستان واقعی شیخ هادی تازه شروع میشه. چون چند ماه بعد یه اتفاق افتاد که باعث شد اسمش تا 100 سال بعد هم توی کرمان با ترس گفته بشه. شبی از شبای سرد زمستون هادی مصطفی رو صدا زد و گفت باید با هم بریم قبرستان قدیمی کلات. هیچ کس نمیتونه وارد امور کنه. مصطفی مثل همیشه مردد بود. شیخ دیوونه شدی؟ اونجا که حتی شبا مار و جونور هست. هادی فقط لبخند زد. این درست همونی که باید باشه. باید بری تا ببینی دنیا پشت این خاک چی داره. وقتی به قبرستون رسیدن هوا سنگین بود. زمین پر از خاک سرد و درختای خشک و خمیده بود. مه رقیق مثل پرده‌ای بین زمین و آسمون پیچیده بود. هادی وسط قبرستون یه دایره کشید با نمک و خاکستر. مصطفی پشت سرش وایساد و دلش می‌خواست فرار کنه اما نمیتونست. هادی نشست وسط دایره، کتابی کهنه باز کرد و شروع کرد به خوندن. نه فارسی نه عربی، یه زبان عجیب که انگار خودش ساخته شده بود. مصطفی گفت اولش فقط صدای آروم بود، بعد صدا عوض شد، بم و سنگین، انگار 1000 نفر با هم زمزمه میکردن اما هیچ کی رو نمیدیدی. زمین زیر پاش لرزید، خاک بلند شد مثل موجی که از زمین بالا میاد و بعد یه سایه بلند ظاهر شد. بزرگ بود، خیلی بزرگ. سرش به آسمون میرسید اما چیزی شبیه بدن نداشت. مصطفی میخواست فرار کنه ولی پاهاش به زمین چسبیده بودن. سایه به هادی نزدیک شد. صدایی که از ته زمین میومد گفت هادی عهد کامل کن یا خودت نابود میشی. هادی سرش رو بالا گرفت، نفس عمیق کشید و جواب داد میخوام معرفت رو بدون محدودیت یاد بگیرم. هرچی هست، هرچی میطلبه من میپذیرم. در همون لحظه باد شدید شد. خاک روی صورت مصطفی پاشیده شد. وقتی چشماش رو باز کرد هادی دیگه اون آدم سابق نبود. چشماش سیاه و عمیق شدن، انگار خودش جسمش نبود بلکه چشماش دنیای دیگه ای رو نشون میداد. از اون شب هر کسی به حجره هادی نزدیک میشد حس عجیبی میکرد. زمینی که روش راه میرفتن سرد میشد، حتی نور شمع هم لرزش داشت. مصطفی که در کنار هادی بود بعد از چند هفته گفت یه روز دیدم دستش رو روی هوا حرکت میده. دعاها روی کاغذ خودش ظاهر میشدن، انگار یه نیروی دیگه داره خط میکشه. از همون شب کسایی که از هادی حاجت میخواستن تغییر میکردن. بعضی‌ها دچار کابوس‌های وحشتناک شدن، بعضی‌ها ناپدید و بعضی دیگه مثل قبل نبودن. چند ماه بعد یه شب هادی توی حجرش فریاد زد نه، عهد شکسته شد. این چیزی که میبینم دیگه از کنترل من خارجه. وقتی مردم صبح رسیدن حجره هادی خالی بود. نه نشونی از خودش، نه کتاب‌ها، جز یه برگه که روش با خون نوشته شده بود معرفت گرفتم اما دیگه انسان نیستم. از اون زمان هر کسی که سراغ نوشته های اون میرفت صداهای عجیبی میشنید. زمزمه هایی که میگفتن تو هم بخوای مجبور میشی تا انتها ببینی. شب شده بود و خونه هادی انگار نفس میکشید. چراغ‌ها روشن بودن ولی شمع تکون نمیخوردن. مصطفی گفت حس کردم وقتی نزدیک شدم یه چیزی از زمین بالا اومد و نگاهم کرد. هادی اون شب دوباره وسط حجره نشسته بود. دعا میخوند ولی نه مثل قبل. صدای دعاها خشن و سنگین بود، انگار از 10 نفر با هم میومدن. مصطفی گفت یه لحظه حس کردم زمین زیر پام لرزید و بعد یه سایه بزرگ اومد جلو.
و فقط به هادی نگاه میکرد. یه لحظه هادی جیغ کشید. نه نه نه. مصطفی یواشکی گفت فکر کردم دیوونه شد، ولی بعد دیدم چشش دیگه انسانی نیست. تو همون لحظه نوشته های روی کاغذ شروع کردن به حرکت کردن، پرواز کردن توی هوا و روی دیوار نقش بستن. هر خط مثل این بود که یه نیروی دیگه داره حرف میزنه. مصطفی فرار کرد، اما هنوز صداهای هادی پشت سرش می اومدن. من از شما گذشتم، حالا تو هم باید ببینی. صبح وقتی مردم رسیدن حجره خالی بود. کتاب‌ها ناپدید شده بودن، ولی یه برگه روی میز بود. من معرفت گرفتم، اما دیگه انسان نیستم. بعد از اون هر کسی که نوشته‌هاش رو میدید کابوس میدید. بعضی ها ناپدید شدن، بعضی ها دیگه مثل قبل نبودن و بعضی ها تا سالها گوششون زمزمه میکرد. تو هم بخوای مجبور میشی تا انتها ببینی. خونش، قبرستون کلات و حتی سنگ‌ها و خاک اطرافش همه پر از رد پاهایی بودن که هیچ انسانی نمیتونست درستشون کنه. اما هنوز همه چیز تموم نشده. یه شاگرد قدیمی گفت گاهی شبها وقتی از کنار خونش رد میشم صدای دعای هادی میاد. صدایی که میگه هنوز کامل نشده، هنوز یاد میدم. و این یعنی اگه تا آخر گوش نکردی ممکنه از دستش بدی. داستان شیخ هادی نشون میده که بعضی معرفت‌ها بهایی دارن که هیچ انسانی نمیتونه تحملش کنه. اون از بزرگ اجنه یاد گرفت، اما خودش دیگه از دنیای ما نبود. حالا اگه میخوای بدونی تو دنیای اجنه چه رازهای دیگه هست، سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن و ویدیوی بعدی ما رو دست بده.